خب بچه ها، توی درس امروز ما میخواییم این طرح رو منتقلش کنیم به کاغذ. میخوام که شما هم نحوه انتقال دادن طرح به سطح کاغذ یا مقوا رو خوب یاد بگیرین که به چه صورت باید این کار رو انجام بدین. خب واسه مرحله اول اینی که ما بیایم اندازه ها رو در بیاریم بچه ها، ببینیم از قسمت بالا چقدر فاصله داریم تا لبه کاغذ، یا از قسمت پهلو یعنی این قسمت چقدر فاصله است، یا سمت راستش چقدر فاصله هست. اینا رو شما باید در نظر بگیرین تا بتونید یه طراحی خوب و اصولی رو پیش ببرین. خب من میام از اینجا شروع میکنم، یعنی این قسمت بالا اندازه رو میزنم که ببینم مدل اول کجا قرار میگیره و حالا زیر این، یعنی زیر این مربعی که من کشیدم یک مکعب دیگه داریم، پس اونم یک مربع مشخص میکنم. ببینید واسه مرحله اول بچه‌ها نیازی نیست که شما همون حجم رو بیاین دقیق در بیارین. ما توی طراحی از کل به جز حرکت میکنیم، یعنی اول به صورت کلی طرحمون رو میکشیم که فقط ببینیم جای مدل ها کجا هست، اصلا تناسباتشون باید رعایت بشه. اینا رو باید اول توی مرحله ابتدایی ما جاها رو مشخص کنیم و بعد بریم سراغ جزئیات که ببینیم جزئیات مدل و طرحمون به چه صورت هستش. خب این مکعب هایی که ما اینجا داریم چند تا مکعب متفاوت که سایزشون با هم دیگه متفاوته. میایم اول از این مکعب وسط شروع میکنیم. چرا؟ چون این حالا مکعبی هست که تقریبا نسبت به بقیه مکعب ها یکم جلوتر کشیده شده و طرح خیلی خوبیه که ما بتونیم از اول شروع کنیم به کشیدن. فقط بچه‌های نکته‌ای که داره اینه که ما وقتی که کلیات طرحمون رو مشخص میکنیم قرار نیست که همون کلیات بعداً هم همون جاها طرحمون رو بزنیم. ممکنه حالا یه ذره جابجایی به وجود بیاد یا یه سری از مدل ها حالا یا پایین تر بیان بالاتر برن، ممکنه یه ذره اینا رو جابجا بکنیم. پس آمادگی اینو هم داشته باشین. واسه این کار حتما خطوط اولیتون باید خیلی کم رنگ باشه. خب این مکعب وسط رو طرحشو من آروم آروم میزنم. ببینید خطوط موازی باید دقت بشه. 3 تا خط عمودی داریم، 3 تا خط مورب داریم به این شکل و 3 تا خط مورب دیگه داریم که به این صورت قرار گرفتن. خب این شد طرح مکعب وسط، جاشو مشخص کردیم. حالا این مکعب بالا رو نگاه کنید، به نسبت این یکی خیلی کوچکتر هست و حالت زاویه‌ای که قرار گرفته زاویهش یه ذره کج هستش که من خط اینجا رو به نسبت اون مکعب پایین مشخص میکنم. ببینید تا کجا اومده، تا این قسمت حدوداً حرکت کرده. بعد این قسمت رو نگاه کنید، خطی که اینجا هست برابر با خط عمودی این مکعب بزرگه که باید این خط رو هم اینجا من قرارش بدم. حالا با یک خط مورب یا کج به هم دیگه اینا رو وصلشون میکنیم. خب خط اینجا رو نگاه کنید، این یه ذره حالا کج رفته. این خط مکعب پایینیه، قشنگ مشخصه دیگه. ما خط اینجا رو، خط پایین مکعب کوچیکه رو باید به این حالت قرار بدیم. فاصله اینجا رو در نظر بگیرین، ببینید چقدر هستش و تا کجا اومده.
که بتونید خط عمود رو رسمش کنید. این خط عمود بچه ها خیلی مهمه، حتما باید به صورت عمودی رسم بشه. اگه یه ذره حالا کج بشه ممکنه که طرحتون رو کاملا عوض کنه. اما خطوط اینجا به نسبت یه ذره کج طراحی میشه. خب سطح روش رو هم خط اینجا رو به این صورت باید بکشیم و اینجا هم که یک خط کج رسم میشه. خب اینو هم من دیگه ادامهش میدم تا آخر، تا اینجا. بقیهش هم که دیگه پشت این مکعب قرار گرفته یا زیرش قرار گرفته که ما نمیتونیم اونو ببینیم. خب خط مکعب پایینی رو نگاه کنید بچه ها. به نسبت این خط اگر بخوایم در نظرش بگیریم، حالا اینو یه ذره میارم این ورتر، این خط رو یکم پاکش میکنم که کم رنگ بشه. خب قسمت سمت راست و سمت چپش رو خودتون مقایسه کنید. سمت راستیه یه ذره، یعنی اینجا یه ذره کمتر هست فاصلش تا نسبت به سمت چپ. خب خط اینجا رو ببینید بچه ها، از اینجا اگر بخوایم در نظر بگیریم تقریبا وسط قرار گرفته، یعنی وسط این خط مکعبه قرار گرفته. من یک خطی رو مشخص میکنم، ببینید تا اینجا باید بیاریمش. پس این اندازه ها خیلی مهمه، باید دقت کنید. موازی با این خط مداد رو میذارم، ببین اینجا میذارم، همون حالت حرکتش میدم تا خط موازیش رو بتونم پیدا کنم. این خط میشه خط موازی با همون و خط اینجا رو رسم میکنم و باز خط این قسمت. ببینید نسبت به این خط عمود اگر بخوایم تقسیم بندیش کنیم قشنگ میتونین اینجوری به این حالت جاشو مشخص کنید و اون رو پیاده کنید. خب این گوشه ها رو دیگه به صورت عمودی میکشیم رو به پایین. اینجا هم رو به پایین حرکت میکنیم. خب حالا این استوانه‌ای که اینجا هست و ما جاشو مشخص کردیم بچه‌ها، به صورت کلی ما مشخص کردیم که اینجا باید باشه، اما یه تغییراتی باید داخلش به وجود بیاریم. چرا؟ چون این استوانه توی پرسپکتیو یه خورده رفته و حالتش یه ذره جمع و جورتر شده، اما اینی که ما کلیشو کشیدیم یه ذره دراز هست که حتما باید روش کار کنید تا جمع تر بشه. اینجا رو ببینید، این خط اندازش به این اندازش هست، اما خط اینجا یه ذره کوچیک‌تر شده. چرا؟ این به خاطر همون مبحث پرسپکتیوه که گفتیم هر چقدر عقب‌تر بره کوچیک‌تر میشه که باید اینو دقت کنین. خب خط اینجا رو من مشخص کردم. خطوط رو بچه‌ها کم رنگ بکشین که اگر اشتباهی بشه جایی بتونید راحت بعداً پاکش کنید یا حتی زیر سایه ها مشخص نباشن. خب خط اینجا رو ببینید، خط این نیم دایره‌ای باید بیاد اینجا، پس این دایره باید بیاد عقب‌تر. خب اینم از این قسمت استوانه که
به همین راحتی انتقالش دادیم تا اینجا. من یه ذره خطوط رو پررنگ‌تر میکنم که بهتر مشخص باشن. خب بریم سراغ مکعب زیری که خطوطش رو باید ادامه بدیم. خب این خطی که اینجا کشیدم به نسبت طرح اصلی یه ذره اومده رو به داخل، پس من باید اینو ببرم عقب‌تر که اول اینو تغییرش میدم. این سطح رویی رو یه ذره شیبش رو بیشتر میکنم، سطحش رو سایه میندازم به این شکل. خب حالا خط عمودی که اینجا داشتیم رو باید بیاریم اینجا، یعنی میره عقب‌تر تا فرم این مکعب یه ذره بهتر بشه به این صورت. خب این خط رو هم به همین قسمت وصلش میکنم. خب خطوط اضافه رو دیگه بعدش میتونید به راحتی پاک کنید، یا اصلا اگرم بعضی جاها میبینید خطا خیلی کم رنگی تر هستش نیازی به پاک کردن هم نداره، چون ما سایه بعدن میزنیم و اینا میرن زیر سایه ها و مشخص نیستن. خط میز رو مشخص میکنم یا خط زمین اینجا مشخص میشه به همین راحتی. حالا بعضی از سطح ها چون باید یه خورده تیره تر بشه یه ذره ما سایه میندازیم روشون رو، اونم به خاطر اینه که حجم مکعب ها خیلی بهتر مشخص بشه و شما بتونید بهتر درکش کنین. پس اینم تمرین بعدی شما که باید حتما انجامش بدین بچه‌ها، و هر چقدر میتونید از روش تمرین کنید تا دستتون قوی تر بشه.